سلام، این منم در حال تخمه خوردن و این ویدیو مال چند دقیقه بعدی که تصمیم گرفتم این ولاگ رو بگیرم. این زاینده روده در روزای عادی سال و این 33 پل در روزای عادی سال. متاسفانه به دلایل مختلفی آب زاینده رود خشک شد، آبی که تنها دلخوشی مردم اصفهانه و دلیلی برای دور هم بودنشون. هرچند اسمش زنده روده ولی فقط برای 14 روز تعطیلات نوروز زنده است و ما توی این ولاگ اومدیم برای شما نشون بدیم توی اون 14 روز عید که آب توی این رودخونه جاری میشه چه شور و نشاطی بین مردم اصفهان پابرجاست. پس بدون معطلی بریم و لحظات آب داشتنشو ببینیم. من با این قلب گرفتار میشه تو واسش بشی پرستار، تو که دارویی واسه حالم جز تو آرزویی ندارم. من دیوونه تو عاشق آوارتو، بیا دریا بین حالتو بده به ما دل سادتو. من دیوونه تو عاشق آوارتو، بیا دریا بین حالتو بده به ما دل سادتو. اینجا که اول ویدیو بودم، آره رفتم یه تخم کدوی مشتی خریدم، فلفلی ها، نشستم پای این همه زیبایی، زدم تورک، جای شما خالی. آخرشم چون بنزین نداشتم یه بنزین زدم و رفتم برای خونه. لطفا ویدیو رو لایک کنید، صفحه رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. مرسی.